روز یکم دکامبر سال 2023 در شهر بوستون ولایت سوغد تاجیکستان ملاقات رهبران ایالت‌های حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان اوید به تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور سیمومین یتیموف و قمچیبک توشیف برگزار شد. بنا به اطلاع رسمی یتیموف و توشیف کار ایالت‌های حکومت را مثبت ارزیابی کرده به ضرورت فعال گرداندن روند به آخر رسانیدن تعیین خط مرز دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در قطعه‌های باقی مانده تاکید کردند. در اطلاع همچنین تاکید شده است که ملاقات در فضای دوستانه و همدیگر فهمی دایر گردید. اما در حالی که در اطلاع رسمی جانب‌ها با همین چند جمله خشک پروتکلی اکتفا کردند، یتیموف و توشیف وقتی به پیش خبرنگاران آمدند به صورت غیر انتظار برخی جزئیات مذاکرات طرف‌ها را آشکار کردند. قمچیبک توشیف گفت که او و یتیموف به چند توافق اصولی دست یافتند و به نظر او قرارهایی که ما امروز قبول کردیم ما را به حل مسئله اساسی مرز بین دو کشور نزدیکتر میکنند. توشیف اظهار داشت که بشکک و دوشنبه به حل پوره و نهایی این مسئله برای هر دو جانب حساس خیلی نزدیک شدند. رئیس هیئت قرقیزستان جزئیات دیگر را آشکار نکرد، ولی همتای تاجیک او سیمومین یتیموف خیلی جزئیات دیگر جریان مذاکرات را باز کرد. او از جمله خبر داد که با توشیف ما در مسئله اساسی به قرار اصولی دست یافتیم. این دو مسئله اساسی اینهایند: راه وارو خوجه اعلی، انشاءاتی که در قلمرو کشورهای همسایه قرار دارند. در مورد تصمیم به دست آمده پیرامون یگانه راه ماشینگرد بین جماعت واروغ و اسفره یتیموف جزئیات نداد و این را مسئله اصم اساسی نامید و تنها همین قدر گفت که ما این مسئله را الکی عملا حل شده می‌سابیم. اما در مسئله دوم یتیموف تفصیلات بیشتر داد و گفت جانب‌ها به چنین قرار رسیدند که تمام انشاءاتی که از تاجیکستان است و در قلمرو قرقیزستان قرار دارد قلمرو قرقیزستان شمرده می شود، ولی تاجیکستان به آن انشاءات حق دسترسی به ممنوعیت و دائمی پیدا خواهد کرد. این تصمیم در مورد انشاءات در داخل تاجیکستان داشته قرقیزستان گرفته شده است. جانب‌ها تا حال رسما روی خط انشاءات در قلمرو کشورهای یکدیگر داشته خود را نشر نکردند، ولی قبلا خبرهای به دست رسیده بود که دست کم یک چای نفت تاجیکستان در داخل قرقیزستان مانده است. همین طور تاجیکستان دعوا داشت که راه جماعت واروغ همچون قلمرو تاجیکستان اعتراف شود. قرقیزستان همین طور به چند دستگاه آبکشی و چندین چراگاه در حدود تاجیکستان دعوا دارد. با گذشت بیش از 30 سال سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون بیشتر از 300 کیلومترش همچنان تعیین و علامتگذاری نشده است. در قطعه‌های بحثی که اساساً در مرز تاجیکستان و قرقیزستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر سر آب و زمین و چراگاه و راه مناقشه رخ می‌دهند. این مناقشه بعضاً به تیرپرانی می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. در سالهای 2021 و 2022 در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور نزدیک 200 نفر کشته شده، بیش از 700 نفر از هر دو جانب زخمی شدند.